اگر این کلیپ با دست بدین ضرر میکنین. تایم پرار 0 تا 100. این فرو رفتگی دن تایم مقابل این برجستگی اویل پمپ، این مانمین لنگ، این خط مقابل این خط، این خط مقابل این خط. این هم میشه تایم سوپاپ. تسمه رو که جا زدین، به خاطر اینکه یاتاقانه مین لنگ و سرسیلندتون خراب نشه چیکار میکنه؟ دستو میذارین اینجا، این تسمه رو نگاه کن، یه ذره شل میکنین، همین قد بسته. خب که تسمه خلاصی داشته باشه. به هیچ عنوان نترسین که این تایم رد کنه و ماشین شما خراب بشه. اگر این تایم رد کرد تمام خرج خودرو رو من خواهم داد. تسمه رو شل میگیرین، بعد تصفیه کنن، صفر میکنین دیگه، نمیبین لنگ نمیبین سوپاپ فشار میاد. این باعث میشه که طول عمر تسمه بشه 10 برابر.